سلام شما خوشحال کاربرت پینکس من پارسام. امروز اومدیم با هم چیکار کنیم؟ تیم فیفامونو FC آره اف سی مونو قرار تو واقعیت درست کنیم. حالا چه جوری؟ به صورت فیزیکی. خیلی سخت. تازه این دو تا محتوا داره. هم تیم FC 24 می‌سازیم به صورت فیزیکی، هم خودمون فیفا کارت می‌سازیم. بچه‌ها ما یه سری از 11 تا ایونت مهم FC 24 رو نوشتیم که از این 11 تا ایونت هر کی یه دونه هر کی هر کی یه دونه بازیکن قید قرعه به صورت شانسی با گردونه نصیبش میشه. امکان داره مثلا یه تیم دروازه‌بان نداشته باشه. اون موقع چیکار میکنیم؟ باید یه بازیکن بذاریم دروازه، مثلا اگه دفاع راست نداشته باشیم مثلا باید امباپه رو بذارید دفاع راست. اسمای بازیکن‌ها رو جلو چیزاشون نوشتیم خب و همین رو بعد توی گردونه الان وارد کنیم. شانسی 2 تا از هر ایونت برداریم که یعنی هر گردونه یه ایونته. خب ببین سنگاز چی کنیم؟ هر کی برد میگه که کی باشه بیا سنگاز قچ تو برام مهم نبود. فکر کنم کی میافته؟ من میام حس میکنم بیلینگهام میافته. نازاریو شک گلر داره. مسی واسه شیک میزنه. این کیه؟ روبن دیاز. الان این واسه توتیمو شدش. بریم برای توتسمون. دونا تو هم دروازه‌بان داری. خوبه. خب بیونگ من اینجوری. آلیسون رو میخوای بغل کنیش؟ نه. آلیسون. فنداک میخوام. کیه؟ امباپه. خب بریم بعدی ها رو بنویسیم. واسه چیه بعدی؟ یورو. یورو. یهو تون میشه. کی؟ تروسارد. اوه پالمر. خب الان واسه کوپا از من آروخو بهم میفته. من احساس کنم یانگ بوئنو میفته. خب یانگ بوئنو چیه میلیتائو میو وینی آروخو. خب الان بریم برای فوت برثدی. مسی یا پله من بیفته من همینجا شیک میزنم. با کی کار دارین؟ من نمیدونم، میرم فقط الکی نمیدونم یه کاری میکنم. داداشم هنری پیرلو، داداشت پیرلو دفاعی کلا واسه داد اسکو. باشه برای بدن تموم کرد. گولازو برای بدن. برو یه حمله یه وسطش تکون بدم چی میشه؟ اسین هافک دفاعی. بذارم 7 انگشتی بچه‌ها ببینن. میخوای همستر یه دونه خوب جینولا پرت میکنه تو صورت مثلا پرت میکنه. چیه پوشکاش پرت میکنه کافو پوشکاش میریم برای فیوچر استار. میخوام 10 انگشتی این دفعه برم. واسه من اینو رونالدینیو بیفته. من رایت بک میخوام یا لفت بک کارلوس میخوام. هم کجاست؟ بازیکن زنان من سیتیه. یه رونالدینیو بده من یه حمله داشته باشم. کی؟ با جو هافک هجومیه. بریم برای فانتزی. فانتزی حمله دمبله هست. توره دیبالا دیاز حمله بالاخره شاق. ببین چی در خیلی عاشق دادن در میاد دیاز. خب الان میریم واسه آرتیتی کی کم میشه چمپیونز لیگ. 2 تا داره چمپیونز لیگ میشه. آرتیتی کی میشه؟ آره آرتیتی اف میشه. فکر کنم یکیش مال مرحله گروهیه، یکیش مال مرحله گروهی نیست. الان آرتیتی کی الان تویی خواهی عادی بزنم چون آرتیتی کی اصلا هیچ چیز خوب نداره. دمبله 2 تا دارم. نه امباپه دارم. ریدی بابا. تو هم دمبله اوجی 2 بار تکراری 2 تا پشت سر هم تکراری بک تو بک تکراری. خب الان بریم آرتیتی اف. خب بچه‌ها الان منم یه دونه همینجوری میزنم. یه قبلا زدی همینجوری. الان من دفاع راست میخوام. دفاع راست لوکاکا نوکم لوکاکا لوکاکوه آره دیگه جسوس به حمله افتاد دوباره. آره چند تا مونده ایون؟ یکی دیگه.
دیگه. 4-2-4 هم نمیتونم بچینم. بریم برای فایر اند آیس. خب الان فایر اند آیس نات تو الان. آقا یه رودری، یه راموس، یه گاوی خام ورد بخونم. اوشول ماش شمرا. حالا الان ببین یه آفک خوب میده. الان یه رودری پرت میکنه تو صورتم. راموس. این حساب نیم. واسه من یه دونه اوپامکانو بیفته. بیا. واسه منم شاید حمله شد. الان بخوابم. بریم یکم بخوابیم. بریم سراغ بقیه ویدیو. الان ما الان میریم پرینت میگیریم میاریم. تو میری پرینت میگیری. با هم میریم پرینت میگیریم. من ساعت 8 صبح تا 12 صبح بیرون به خدا گرمازده شدم. دارم میمیرم. من همین تنهایی فرستاده بود گرفتمش. خب دوستان الان رکورده؟ بله رکورد است. الان من تو ویدیو. بله تو ویدیو هستی دوستان. واو گلنار. گلنار. چمنه اینه. اینا فیفا کارت است. همینه. خب ویدیو تموم شد دیگه نشون دادم به بچه‌ها. فیفا کارت درست شد. بچه‌ها تصور کنید خودتون. بعد اصلا با اینا رو شدیم کوچیک بر کنیم. آفرین. اینو بلد بودم. داداش ببین نگاه کن از ته چیز کن نه از نوک. از ته بگیر. این شکلی. گیری. راست میگه. آفرین. دانشگاه رفتی؟ میرسی از 22 تا رو میشه دیگه. بچه‌ها بقیه ویدیو رو فردا ببینید دیگه. میخوای کارتای خودمون انجام بدیم؟ بچه برای سفارش فیفا کارت همینجا کامنت کنید. الان تو چند تا بریدی؟ 5. من الان شیشمیمه. من تموم شد 5. منم 6 اگه تو بذاری. ولی من دارم نشون میدم. چک. اینو نه من پالیمر رو دارم میبرم. اینو نمیدونم کدوم رو نشون. خیلی باحال شد. آقا تازه این یه می‌دونستی؟ کارتون رو بعد ببر. دردونه من عمل کردم. زایده. خب من الان شیشمی هم تموم شد واسه من. تو هنوز نصفش هم نرفتی. من اینو چیکارش کنم؟ میخوام آقا پیرلو رو. آقا پیرلو پیر شده لو. وای چقدر با نمکی بریم بهش بدیم. دودول قبلیم کنده شده پشتم روی گونی رنده شده دلم واسه دودولم ماسایی شده. ببین الان تو چندمیته؟ یکی مونده دیگه واسه تو؟ آره. واسه منم یکی مونده. بزنین تمام شد با هم شروع. خب الان دوستان این آقای حمید چون خیلی گشات هستن بلد نیستن ببرن. بابا بد میشه. خفه شو. من تا الان 5 رو بریدم خب و 6 دیگه بیشتر نمونده. من یه راه بهتر سراغ دارم. اینجوری مربع زدم. ولی من قشنگ تر و تمیز این شدی دارم درست میکنم. خب بچه‌ها ما الان یه کمی خیلی اینجا شلوغه. خوشبختانه برای من تموم شده. برای منم یه دونه. بعد بریم ترکیب بچینه. اصلا من بازیکن‌ها بهت نشونتون بدم. انقدر قطر اصلا انقدر قطر خوبه. اینا دیگه دیدید دیگه همین کارت‌ها نشونتون میدیم. آره منیجر همین تد لاسوی ایران. آره تد لاسو. یه سیبیل برام بذار تو چی. حله. الان دارم سیبیل نه. این واسه منه این واسه حمیده. برو ترکیب ترجمه بده. زمین چمنو داری عشق می‌کنی. اصلا الان من باید 3 دفاعه بچینم. چون بله. دفاع به مقدار کافی ندارم. 4-2-4 میخوام بچینم. آروخو رو میذارم تو دفاع قاعدتا. حالا راموس هم که سی دی ام میذارم دفاع. یکاش کارت دفاعشو برداشته بودم. فول بک ها قطعا میخوام وینگر بذارم. برای هجومی که نیازشون ندارم مثل خانم همپ میذارم لفت بک. ژیسوس هم میذارم دفاع. خب آروخو رو میارم راست، ژیسوس رو میذارم وسط. بی‌نظیر تاکید داشت. حتما با این برو چمپیونز لیگ. همینه دیگه نداره. الان همه اینا حمله. سی اف نسبت به استیو وینگر به هافک نزدیک‌تر درسته؟ بله. پس من پوشکاش و تروساردو میذارم هافبک‌ها. و در نهایت که مشخصه دیگه هنری و امباپه. 4-2-4 بازی می‌کنی شما؟ آره. خوبه. استراکرامن اینم که وینگر چپ، دمبله هم که وینگر راست. بی‌نظیر ژسوس دفاعه. بعد اینا تو فوتبین درست کنیم عکسشو بذاریم ببینیم بچه‌ها ببینن ریت چند میشه، کیمستری چند میشه، قیمت چند میشه. آره. اینو الان تو فوتبین عکسشو دارید میبینید شما. ببین خوبیشه که من 2 تا دفاع دارم.
و تو استی داشتی به جای دفاع. ببین یا آقای دوناروما که دروازه خب نه دیگه دوناروما رو بذار استی. استینو میذارم دفاع وسط. ببین الان آقای ادر میلیتائو میاد بغلش خب. آقای پیرلو هم ال بی بازی میکنه چون سی دی ام بیه یعنی دفاع هم هست خب. 4 3 3 ترکیب بنده. این دوتاست. 4 2 1 3 میخوای بازی کنی؟ میتونی ها. دوتا هم وینگر داری. وینگرامون یکیه دیدی؟ واو. واسه منم توی فوتبین اینجا